کردیم خمیران نفیدیم یک کل میگیریم. این را داره 1400 سال پیش خداوند فرعون خبر کرد که شما این کار را نکنید. از چند روز مرحوم به دنیا میشه خواهون و نخواهون با پیش من میآید از پشیمان میشه که شما را عیشنگان من هیچ کس قرار کرده نمیده. برای همین برادران عزیز الحمدلله اکثر تاجیکستان بارها صدر دولت هم به همون کرسی بالا میدارم الحمدلله مسلمان هستیم. همش میدن خواهش میکنیم که مسلمان هستن امید دارن شفاعت پیغمبر این قانون زید قانون خدا را نماند. قانون ابراهیم که به جامعه فایده دارد به ملت فایده دارد به دولت فایده دارد. ما هم پیشنهاد داریم از طرف قرآن و مسلمانان که این قانون را هرگز قبول نکنند و پیشنهاد نکنند که خودشون میدانند اگر قانون او را کسی قبول نکند جزاش چیه. در یگان اداره حکومت کار کردن نمیتونه. شما پیام فضیلت قبول نکنید فرماش قبول نکنید. پیام پادشاه 18,000 عالم که ما را خلق کرده است ما را مسلمان خلق کرده است ما ایمان داریم و پیغمبر رو ایمان داریم پس در برابر اون قانون برآوردن چی معنا دارد؟ امروز سطح را گرفتن ریشه گرفتن دیگرش گرفتن آستا میفهمند که اسلام مرغی که فراش میشینی فرماس کرده نتونه همین مقصد دارد. لیکن این مقصد هیچ کس کرده نمیتونه برده بکنه. هیچ کس فرعون 300 سال پشتوانه کرد نتونست. برادران عزیز ببینید قرآن برای ما شما بسیار این تأکید میکند که این دین عند الله اسلام این دینی بهترین برای جامعه بشریت به مقام بلند رساندن هم در دنیا و هم در قیامت این دین اسلام است. این دین عربا نیست. همچنان که دشمنان اسلام میگن این عربا مالک من ترى صدقه فوق عرب لنا تبي ما مسلمون ترى صدقه سبع عرب لنا شيء لو قاعد كلام اللي ماشي شرنا مني اي عرب عرب ما اللي وقت مسلمون مني محمد عليه الصلاه والسلام صاحب الشريعه اساس محمد لما يجيب خواهر بعد زنا می‌کردی محمد تو نمیشناسی که محمد کیست؟ تو تعلیق افغان باید اسلام تعریف به لذت راحت بینید نباشه راحت نبینید. من امروز و دعوتی فرزند در اینجا آمدم در شهر رسیه و بعضی برادران خرسندی دارن و همین خاطر همینجا آمدم از این سردارای دولت که با ما رهبری پیشوا دارن در اونجا من اجازت پرسیده آمدم. اینکه متاسفانه دشمنای ملت دشمنای وطن که امروز در خارج کار میکنن و وطن به خاک و خون کشیدن گریختن رفتن فروختن مردمان در اینترنت چیزهای تهمت را بالای ما که ما در جمعه برآمد بینیم 2 ماه 3 ماه پیش در رمضان اختلافات افتادن میخواستن که دولت و سردار دولت سیاه بکنن. هم وقت ما گفتیم که این انسان ها میخواهند با فتنه بدازن همون نقشه ها را گرفته خطا و سخنان خودشان جا کرده در اینترنت نسبت ما بسیار گپ‌های ناسزا گفتن. از دولت خواهش میکنیم که ما همه وقت طرفدار وطن هستیم ملت هستیم اعضای مصالحه ملی بدیم اینها که اکبر صادق و پیروان و کسانی که باشن اینها امام نیستن. ما طایفه هستیم که اصلا و جماعت این طایفه اینجا تا قیامت هم بیزار هستیم. اینها را قبول هم نداریم. خواهش میکنیم دولت که سخنان اینها را باور نکند. سخنان ما میگیم هر هفته هر جمعه دولت را نظارت میکند در اجاره امنیت دولت هستند. این سخنان چند ساله را گرفته سخنان خودشون در اون علنش کرده گفته و ساخته میخواهند که تاجیکستان را با ناآرام میکنند. قربانی که سردار دولت تنظیم گفته است معنی نکنه. تنظیم شریعت هم تنظیم است که کسی که زکات داره پول مال به دولت قربانی میده. دولت هم همین را گفته بالکل معنی قربانی نکرده است. تنظیمی که برای دیگر کارا کرده است همون هم برای کمغلا کرده است که کسی که نداره لا یکلف الله نفسا الا وسعها. هر کسی چنین نفس و طاقتش خدای تعالی عمل کرده. سردار دولت همین را به نظر گرفته برای اینکه ملت زندگیش پیش برود همین را گفتن. ما همین را گفتیم که همون وقت هم گفتیم که کارکنای امنیت گوش کنید که این همون کسانی فتنه داختن همون کسا هستند. این اخیر برآمد که چه کسا بوده است. ما این انسان را نمیشناسیم. این انسان با ما رابطه هم نداره.
ما از کردار این وطن فروشا و مذهب فروشا و ملت فروشا و دین فروشا ما بیزار هستیم. اینا را قبول نداریم. خواهش میکنم از امنیت دولت که همین صادقانه و خالصانه اینها را با نظر گرفته همینها را تفتیش بکنن. ای مسلمان به الله قسم امروزم که تو درک نکنی دشمنی تا نشناسی، این دشمنی اصلی دین نشناسی، به الله قسم ایمانم نمیبری. بفهم نکو خدا فریب نده. یا تعجب ایست لعنتی تو تا دین روزه ملت کرکرونه میکشتی. امروز که کدام بدبختی در این ملت است، از همین کمونیست پلید پیدا شد، همین رزیل روسیه تربیه کرد، همین خود باخته ها و دین باخته های مشرک کافر که امروز برش مردم لقب شهید میده. از الله که ضمیرت خبر داره، از نیت و ارادت خبر داره، چطور پنهان میکنی؟ ما در دنیا انتقام بگیریم نگیریم، ما فقط مورد امتحان الله متعال قرار داریم که ما مؤمن واقعی هستیم یا نه مسلمانای رسمکی هستیم. کدامش هستیم؟ ایمان در قلب ما جا گرفته؟ دوستی، دشمنی، تعلقه، رابطه ما به محور امی ایمان و عقیده است یعنی که نه دیگه امور است. دنیا تیر شده نیست. الله حق نصرت میده. اگر ما تو نکردیم الله قومی را پیدا میکنه، غیرت برش نصیب میکنه، همت برش میده. او حراسی نداره و جز از الله متعال. نه از تکنولوژی ای غرب میترسه، نه از هیاهوی زمزمه ای دنیای کفر میترسه که الله کلگی یکی شد که الله اینطور شد. تو ملت مومن توی طور اسلحه داری که دنیای کفر نداره. اسلحه که تو داری هیچ نظام کفری نداره. او اسلحه ایمان و عقیده است. ایمان و عقیده است که تو را همیشه کامیاب میسازه. تو خیلی ایمان و عقیده، امروز ایمان و عقیده وجود نداره. ما همه چیزای خدا فروختیم، غیرت خدا، همت خدا، دین خدا، شجاعت خدا، همه را قربان نعوذ بالله بیدینی ها کردیم. خوش بایستیم تحقق دموکراسی شود. تو لعنتی باز در روز قیامت جواب بگو. روز میرسه انشاءالله که الله از پیشت سوال میکنه. دنیاگه که تا 4 روز خوب که خوب هم نکرده ای. 4 روز خوب است. همون جنرالای خبیثه که دنیای کمونیسم در این وطن سرازیر کرد، همه چیزی خدا فروخت، آخر گاردیوان جور شد، شلغم فروشی را شروع کرد. الله ذلیلت کرد. لعنتی از لنگی و ریش بد میبردی، لنگی و ریش اله کردی. خدا مولا امام مساجد هم جور کرده می کمونیستا. امروزی غربکی ها، ای غلامای غرب، ای سکشویا، ای مردمایی که سالا نعوذ بالله شیر امی غرب خورده، امروز آمده خدا بالا میکنه. الله ایطور ذلیلتان کنه، خو ایطور ذلیلتان کنه، خواریتان کنه که دا ارمان ای خاک افغانستان باشه، لیکن قدم مانده نتونی. انشاءالله ما امید دارم نسل جوانی ما بیدار شده. هر کس در تلاش عزیز که دفاع از کتاب الله و سنت رسول الله بکنم. هر کس تلاش داره که ما مطابق نقشه رسول الله زندگی اختیار کنم. الحمدلله میبینی مومن فریب نه. لا یندغ المؤمن من جحر واحد مرتين. از یک سوراخ 2 دفعه گزیده نمیشیم. به نام دوست کسی دیگه به خود معرفی برما نکنه. دوست ما کیست؟ کسی که لا اله الا الله در قلبش است و به مقتضیات لا اله الا الله زندگی داره، ولو که پدرت باشه، ولو که برادرت باشه، مادرت باشه، اولادت باشه، اگر این کلمه در قلبش جا نداشته باشه، به مقتضیات این کلمه زندگی نمیکنه، هستم رایتان قطعا مردود است، ملعون است، اعلان براءت است.